Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон умури тозаи қурбониён дар шимоли кишварро эълон кард, ки бар асари селу эбхозии дирӯза ба ҳалокат расиданд. Ба ҳамин тартиб то нисфи рӯзи имрӯз сел дар шаҳри Панҷакент боис ба марги 12 кас шудааст. ҷустуҷӯйи 2 ҷасад идома дорад. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. дуруд бар шумо ва таҳолоти ин ҳодиса чӣ аст? بله شهلا این فاجعه دیروز در ساعت 4:30 رخ داد و حالا در جای به قول یعنی رئیس جماعت یاری پنجکن در جای حادثه نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده همراه کارمندان امور داخله جسد 2 نفر را با چرخبال جستجو دارند. تور فریدون علیموف رئیس جماعت یاری به رادیو آزادی گفت این ففتیده‌ها از کودک 4 ساله تا زن 72 ساله بودند که در وقت نگاهبینی چاربا در چراگاه تابستانه در دامنه کوه دچار سیل شده ففتیدند. اشرف استمزاده مسئول اداره محیط زیست شهر پنجکن هم گفت که این سیلخیزی به طبیعت ناحیه ضرر جدی رسانید و حالا از طرف مسئولان مقامات سنجیده شده ایستاده است. نتیجه ضرر وارده اعلام کرده می شود. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده در صحبت با رادیو آزادی در رابطه به همین سیلخیزی معلومات داد. نتیجه آمدن سیل 4 کیلومتر راه ماشینگرد، 2 پول، خط برق و از آن جمله با خانه‌های 8 بنای استقامتی و قطعه‌های نزد حملگی قسماً آنها از لایه‌ها پر گشتند و ضرر دیدند. و از آن جمله باید قید نمود که در دهه‌های پستگال، حبیشهر، تیت، روگیف و ریومود که جماعت دهات ایوان تاجیک ناحیه مشروع کوهی هم نیست سیل به قید گرفته شده. назари умеда юсуфиро шунидем ва дар ноҳияҳои дигари наздик ба Панҷакент шимоли кишвар ваз чӣ гуна аст, иттилоъ доред? ببینید روز 19 ایول ناحیه‌های کوهستان مسجد، دیوشتیج و عینی هم شاهدی بارانگری‌های شدید و آمدن سیل بودند که به گفته مقامات خسارات مالی در پی داشته است. طبق اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده فعلا کمیسیون ویژه به تحقیق خسارات وارد شده از این آفت‌های طبیعی آغاز کرده است. و در همین حال ساکنان چند دهه در ناحیه‌های عینی هم گفتند که روز گذشته سیل و بارانگری به منزل‌های آنها نیز ضرر رسانده است. از جمله سیل در دهه وشن ناحیه عینی ده‌ها چاروای مردم و نقلیات را برده است. در نواری که ساکنان به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که سیل راه و پلی بین دهه را خراب کرده است. طبق معلومات پیشکی در نتیجه سیل 4 کیلومتر راه ماشینگر، 2 پل، خط برق ویران شده است. تخانه‌های 8 بنای استقامتی و قطعه‌های نزد حملگی قسماً از لایه‌ها پر گردیده است. تلفات نیست افزود سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و یک ساکن دهه پیت ناحیه کوهستان مسجد به رادیو آزادی گفت شب گذشته در همین دهه هم سیل آمده است. امسال تاجیکستان شاهد سیل و بارانگری‌های زیاد شد که به گفته مقامات اقتصاد کشور میلیون‌ها سومانی ضرر دیده است. از جمله آفت طبیعی روز 11 می با 15 شهر و ناحیه‌های کشور ضرر رساند و در ناحیه تاجیک‌آباد جان 5 نفر با شمول 4 خواننده مکتب را گرفته مجموعاً باعث به مرگ 9 نفر شد. تشکر برای تفصیلات و بینندگان عزیز. ما این موضوع رو زیر نظر داریم. در صورت به دست آمدن معلومات نو برایتان خواهیم گفت.